آنه از خواب بیدار شد و در رخت خوابش نشست. نمیدانست در کجاست. اما بعد یادش افتاد اینجا مزرعه گرینلیوس بود و آنها نمیخواستند او را پیش خود نگه دارند چون او پسر نبود. آنه از رخت خواب بیرون پرید و جلو پنجره زانو زد تا بیرون را نگاه کند. در هر سوی خانه درختان سیب و گیلاس دیده می شدند. درون باغ یاسهای درختی با گلهای قرمز به چشم می خوردند. آن سوی باغ مزرعه بود که به یک جویبار سرازیر می شد. بعد از آن تپه پوشیده از درختان صنوبر و کاج قرار داشت. آنه با دستی که روی شانه‌اش گذاشته شد از جا پرید. ماریلا گفت وقت آن است که لباسهایت را بپوشی. آنه بلند شد به ماریلا گفت گرینلیوس خیلی زیباست. فکر میکردم که میآیم تا برای همیشه اینجا بمانم. بهتر است لباسهایت را بپوشی. مهم نیست چه فکر میکردی. صبحانه حاضر است. به زودی آنه در طبقه پایین بود. لباسهایش تمیز بود. موهایش را شانه زد و بافته صورتش را هم شسته بود. بعد از صبحانه آنه خواست ظرفها را بشوید. ماریلا پرسید بلدی ظرف بشویی؟ خیلی خوب بلدم، اما بهتر از آن میتوانم بچه داری کنم. حیف که اینجا بچه‌ای نداری تا ازش مواظبت کنم. ماریلا گفت بچه دیگری غیر از این بچه که الان دارم نمیخواهم. تو خودت بچی و به حد کافی مشکل درست کرده ای. نمیدانم با تو چه کار کنم. متیو مرد احمقی است، اما به نظر من مرد خیلی خوبی است. همین که او را دیدم حس کردم که با من هم فکر است. ماریلا با تمسخر گفت شما دوتا لنگه هم هستید. البته اگر منظورت همین باشد. تو الان باید ظرفها را بشویی و آب داغ را هدر ندهی. بعد هم آنها را خوب خشک کنی. وقتی آنه شستن ظرفها را تمام کرد، ماریلا به او اجازه داد که تا موقع نهار بیرون برود. آنه بلافاصله به طرف در دوید، اما همین که جلو در رسید ایستاد. دوباره به طرف میز برگشت. ماریلا پرسید باز چه خبر است؟ آنه پاسخ داد جرأت نمی کنم بیرون بروم. من نمی توانم این همه درخت و گل و باغ و جویبار را دوست نداشته باشم. خیلی سخت است که آدم عاشق این چیزها نشود. اینطور نیست؟ از اینکه میخواستم اینجا زندگی کنم خیلی خوشحال بودم، اما همش رویا بود. بنابراین فکر نمی کنم بتوانم بیرون بروم. بهتر از همینجا بمانم. آنه تا زمانی که متیو برای نهار آمد پشت میز نشسته بود. سر نهار ماریلا گفت میخواهم با آنه به وایت سندز بروم. شاید خانم اسپنسر ترتیب برگشتن آنه را به پرورشگاه بدهد. متیو چیزی نگفت. بعد از نهار اسب را به کالسکه بست و در مزرعه را برای ماریلا و آنه باز کرد. کالسکه داشت جست و خیز میکرد که ماریلا پشت سرش را نگاه کرد. متیو به در مزرعه تکیه داده بود و با اندوه با آنها نگاه میکرد. آنه گفت تصمیم گرفتم از این سواری لذت ببرم. نمیخواهم به پرورشگاه فکر کنم. راستی امروز طرف دریاچه آبهای درخشان می رویم. ماریلا پاسخ داد اگر منظورت دریاچه باریست نه آن طرف نمی رویم، ولی اگر می خواهی حرف بزنی بهتر است از خودت برایم بگویی. آنه شروع کرد به حرف زدن. ماه مارس گذشته 11 سالم تمام شد. من در بولینبروک واقع در نووا اسکوتیا به دنیا آمدم. پدر و مادرم معلم بودند. اسم آنها والتر و برتا شرلی بود. بچه که بودم هر دوشان تب گرفتند و مردند. آنه ادامه داد کسی نمیدانست با من چه کار کند. هیچ قوم و خویشی نداشتم. سرانجام خانم توماس نگهداری مرا به عهده گرفت. او خدمتکار ما بود.
من به او کمک میکردم تا از 4 تا بچهش مراقبت کند، چون آنها واقعا نیاز به مراقبت داشتند. وقتی 8 ساله بودم آقای توماس مرد. مادر او خانم توماس و بچه‌هایش را دوست داشت، اما مرا نه. ماریلا پرسید بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعدش خانم هاموند سرپرستی مرا قبول کرد، چون در نگهداری بچه‌ها مهارت داشت. او 8 بچه داشت که 6 تای آنها دوقلو بودند. پس از مرگ آقای هاموند زن و بچهش از آنجا رفتند. بنابراین من هم باید به پرورشگاه می‌رفتم. آنجا خیلی شلوغ بود، ولی مجبور بودند مرا قبول کنند. آن زنها با تو خوب بودند؟ آنه سرخ شد. او دستپاچه به نظر می رسید. آهسته گفت آنها می خواستند اینطور باشند، اما همانطور که می دانید آنها مشکلات زیادی داشتند و خیلی هم فقیر بودند. شوهر خانم توماس بیشتر وقتها مست بود. ماریلا دیگر چیزی نپرسید. در دلش ترحمی نسبت به آنه پیدا شده بود. چه زندگی وحشتناکی داشته است. تعجب آور نیست که آرزوی داشتن یک خانه واقعی را می کند. چه می شد اگر می گذاشت آنه در گلنگیلز بماند؟ متیو هم همین را می خواست. آنه هم دختر خوبی به نظر می آمد.